این روزها زندگی برای اراذل اوباش و مجرمان سخت شده، مانند این مجرم سابقه دار که دیروز با شلیک قانون زمینگیر شد. 42مین متهمیه که به حکم استفاده از سلاح به این روز در اومده. چند تا تیر خوردی؟ 13 تا تیر خورده. یعنی دیگه از این رونش به پایین دو طرف جایی نبودی که گلوله بخوره، از بس که شروره. سابقه های متعدد داره، مرخصی بوده، به جای اینکه بره مراجعه کنه غیبت کرده، فرار کرده، با دوستش اومدن تهران برای یک کار شرورانه دیگه. احدی از اراذل اوباش و افراد سابقه دار و تحت تعقیب با مراجعه به تهران قصد اقدام اوباشگرانه و مسلحانه داشته که الحمدلله قبل از هر گونه اقدامی زمینگیر و مورد اصابت گلوله همکاران قرار میگیره. به افرادی که میخوان برن دنبال این کارا چی میگی؟ آقا بره دنبال زندگی، بره دنبال کارت. آقا بعد داره این آقا ولی بره دنبال زندگی.